اخیراً یک شبکه اینترنتی افغانستان با نام بدخشان میدیا قصه مردی را با نام بیک محمد نقل کرد که ادعا داشت که شهروند تاجیکستان بوده، سالهای زیاد در تاجیکستان کار و زندگی کرده است، ولی مقامات تاجیک اخیراً او را از کشور بیرون انداخته اجازت ورود دیگر باره نمیدهند. اما وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 7 سپتامبر سال 2023 این ادعا را رد کرده و گفت قهرمان ویدیو در اصل شاه میرزاگل جاندارشاه سال تولدش 1973 پدر دو فرزند و شهروند افغانستان بوده. تقریبا سالهای 1995 1996 از افغانستان همچون گریزه غیر رسمی به تاجیکستان اومده است. وزارت کارهای داخلی می نویسد نام برده از همان وقت شناسنامه شهروند دولت و بیک محمد خورسندویچ را دسترس نموده برای ساختکاری صاحب شناسنامه گردیده است. هنگام سنجش و بررسی خدمات شناسنامه‌دهی و به قیدگیری شعبه وزارت کارهای داخلی دو در نویه سینای شهر دوشنبه به جنایت ساختکاری حجت‌ها دست زدن نامبرده را معین و آشکار نموده مواد جمع‌آوری شده نسبت علیشاه میرزاگل جاندارشاه همچون با نام و نسب تقلبی دولتوف بیک محمد خورسندویچ به پروکراتور نویه سینا ارسال گردیده با ماده 340 ساختکاری قسم 2 بند ب کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از 24 ایون سال 2019 با حکم دادگاه نویه سینا نسبتش جزا در نمود محروم ساختن از آزادی به مدت 2 سال کلانی اصلاحی نظامش عمومی تعیین گردیده است. بعد ادای جزا تخمینا آخر سالهای 2020 اصل شاه میرزاگل جاندارشاه به افغانستان برگشت با نام و نسب دیگر یعنی تاجیکی بیک محمد سال تولدش 24 اپریل سال 1972 شناسنامه جمهوری اسلامی افغانستان را صاحب گشته 9 یولی سال 2021 به جمهوری تاجیکستان وارد گشته است. مهلت روادید او 4 فوریه سال 2022 به اتمام میرسد و 1 یولی سال 2022 از طرف کارمندان خدمات شناسنامه‌دهی و به قیدگیری وزارت کارهای داخلی نسبت نامبرده بر اساس ماده 499 قسم 1 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده نسبتش جزا در نمود آگاهی تعیین کرده شده است. وزارت کارهای داخلی گفت بیک محمد با وجود آگاهی حدود تاجیکستان را ترک نکرده تکراراً طلبات قاعده های اقامت را دغلانه ویران میکند و این دفعه با قرار باز همان دادگاه نویه سینای دوشنبه از 18 آگوست سال 2022 بر اساس ماده 499 قسم 2 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شده نسبت به او جزا در نمود جریمه به اندازه 15 نشان دهنده برای حسابها برابر به 960 سامانی و بیرون کردن از حدود جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شده است. وزارت کارهای داخلی همچنین تاکید کرده است که شهروند افغانستان اصل شاه میرزاگل جاندارشاه رسما برای گرفتن اجازه زیست دائمی و قبول نمودن به شهروندی جمهوری تاجیکستان به واحدهای خدمات شناسنامه‌دهی و به قیدگیری وزارت کارهای داخلی مراجعت نکرده است. چون این به نظر می رسد که در وقتش کدام منصبدار فساد زده در تاجیکستان به احتمال غالب در عوض پول برای این بیچاره شناسنامه درست کرده اطمینان خاطرش داده است که او دیگر شهروند تاجیکستان است، ولی هنگام تفتیش اسناد گریزه های افغان این کار آشکار شده است.